14. قدرت‌های فردی خود را به حد آخرین رسانید. تمام سرمایه‌های خود را یک جا جمع کنید. همه استعدادهای خود را گرد آورید. تمام نیروهای خود را آرایش دهید و همه توانایی‌های خود را برای دستیابی حد اقل یک بار جمع کنید. جان هاگای. ماده خام بهره‌وری و کارایی فردی در نیروهای جسمی، ذهنی و عاطفی شما پنهان است. یکی از مهمترین لوازم خوشبختی و بهره‌وری فردی حفظ و افزایش دائمی سطح انرژی است. بدن شما مانند ماشین است که غذا، آب و استراحت را استفاده می کند تا انرژی لازم برای انجام کارهای مهم زندگی و کار را تولید کند. هنگامی که کاملا استراحت کرده می تواند 2، 3 و حتی 5 برابر زمانی که خسته هستید کارهایتان را سر و سامان دهید. اصولاً کارایی شما پس از 8 یا 9 ساعتی کار به کم شدن سر می کند. به همین دلیل کار کردن تا دیر وقت هرچند بعضی وقتا ضروری است، اما به این معناست که هرچی زمان بیشتر می گذرد کارایی شما کمتر می شود. هرچی بیشتر خسته شوید صفت کارتان کم می شود و اشتباهات زیاد صادر می کنید. در یک لحظه مانند یک اکولیماتر باتری که انرژیش تمام می شود به پایان خط می رسید و دیگر نمی توانید به کار دوام دهید. واقعیت این است که برای شما ساعتهای مخصوص از شبانه روز بهترین زمان انجام کار است. شما باید این زمانها را مشخص کنید و مهمترین و دشوارترین کارهایتان را در این ساعتها انجام دهید. اکثر آدمان صبحها بعد یک خواب خوبی شبانه سریحال و پر انرژی هستند. برخی دیگر بعد از ظهرها و تعدادی کم شبها یا آخری شبها کارایی و خلاقیتی بیشتری دارند. یکی از دلایل اساسی تنبلی، سستی، خستگی و شروع کردن کار در هنگام خستگی است. در این حالت مانند موتور اتومبیل که در هنگام صبح سرد است نمیتوانید کلید شروع کار را زنید. هر وقت احساس خستگی زیاد میکنید و کاری زیادی هست که باید انجام دهید و وقتی کمی هم دارید کار را بس کنید و به خودتان گویید من نمیتوانم بیش از حد توانم کار کنم. گاهی وقتا بهترین استفاده از وقت این است که زود به طرف خانه روید، به رخت خواب روید و 10 ساعتی پی در پی خوابید. این کار انرژیتان را کاملا به شما برمیگرداند و روزی بعد خواهید توانست 2 یا 3 برابر کار کنید و صفت کارتان هم بسیار بالاتر از این خواهد بود که نخوابید و تا دیر وقت به کار ادامه دهید. تحقیقات نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به طور میانه در مقایسه با کاری که انجام می‌دهند از استراحت و خواب کافی برخوردار نیستند. میلیون‌ها آمریکایی به سبب کاری بیش از حد و خواب کم دچار آشفتگی ذهنی هستند. یکی از عاقل‌ترین کارهایی که شما می‌توانید در طول هفته انجام دهید این است که ساعتی 10 شب تلویزیون را خاموش کنید و به رخت خواب روید. بعضی وقتا 1 ساعت زودتر خوابیدن می‌تواند تمام زندگی شما را دچار دگرگونی کند. از این به بعد این برنامه را به کار ببندید. هر هفته 1 روز کامل کار نکنید. در طول امروز چی پنجشنبه و چی جمعه چیزی نخوانید. حتی نامه به فکر جبران کارهای عقب افتاده نباشید و به طور کلی از انجام هر کاری که به ذهنتان فشار آورد دوری کنید. در عوض به تماشای یک فیلم روید، ورزش کنید و یا به انجام هر فعالیتی که میتواند ذهنتان را دوباره روشن کند بپردازید. این جمله واقعا درست است که گوناگون شوی و یا تغییریابی خستگی را برطرف میکند. در طول ساعت برای استراحت و ایجاد نشاط و شادی به طور مرتب به تعطیل روید. هم تعطیلات آخری هفته و هم تعطیلات 1-2 هفتگی. همیشه بعد از تعطیلات آخری هفته و یا تعطیلات طولانی تر کارایی بسیار بالایی به دست خواهید آورد. در طول هفته هر شب زود به رخت خواب رفتن
خوابی بیشتر در آخر هفته و هر هفته یک روزی کامل استراحت کردن تضمین میکند که انرژی بیشتری داشته باشه. با این انرژی می توانید بر سستی و تنبلی خود غلبه کنید و کارهای اصلی و مهم خود را زودتر و بهتر از زمانی که می خواستید بدون استراحت کافی به کار بپردازید انجام دهید. برای برخورداری و حفظ انرژی بالا، علاوه بر داشتن خواب و استراحت کافی، باید مراقب خوراک خود نیز باشید. روز را با یک صبحانه دارای پروتئین بالا، چربی کم و کربوهیدرات کم آغاز کنید. برای نهار سلامتی ماهی یا مرغ خورید. از دسرت‌ها و خوراک‌های دارای شکر، نمک و آرد سفید خودداری کنید. از خوردن نوشابه، آب نبات و شیرینی پرهیز کنید. تغذیه شما باید مانند تغذیه یک قهرمان جهانی قبل از مسابقه باشد، زیرا از بسیاری از جنبه‌ها شرایط شما هم قبل از شروع کار روزانه مشابه یک قهرمان است. با داشتن خوراک سبک و سالم، ورزش و استراحت کافی بیشتر، بهتر و آسانتر از قبل کار میکنید و از کار خود رضایت بیشتری خواهید داشت. در موقع شروع کار هر چقدر احساس بهتری داشته باشید، کمتر دچار سستی و تنبلی میشوید و بیشتر مشتاق خواهد بود که کار را تمام کنید و کارهای دیگری را سر کنید. داشتن انرژی بالا برای کارهای بالا و رضایت و موفقیت بیشتر اجتناب ناپذیر است. قورباغه را قورت بده. میزان انرژی و عادت خواب و خوراک خود را دقیقاً بررسی کنید. برای بالا بردن سطح انرژی و تندرستی خود قطعی شوید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. کدام یک از فعالیت‌های جسمی خود را باید بیشتر کنم؟ کدام یک از فعالیت‌های جسمی خود را باید کمتر کنم؟ برای اینکه عملکرد خود را به بالاترین سطح برسانم، چه فعالیتی را باید شروع کنم؟ در حال حاضر چی کار میکنم که سلامتی مرا به خطر میاندازد و باید انجام آن را متوقف کنم؟ پاسخ هرچی که هست همین امروز دست به کار شود.